شما به عنوان یک معامله‌گر و یا فروشنده آیا این سوالای مسخره رو میپرسین؟ این سوالا به قیمت پروندن و از دست دادن پول شما تموم میشه. اولین مورد، فکر کنید میرین به یه مغازه یا فروشگاه و دارین اجناس رو نگاه میکنید. یه فروشنده میاد بهتون میگه چطور میتونم کمکتون بکنم و شما میگید نه فقط دارم نگاه میکنم. شاید حتی واقعا اگه بخواین اون جنس رو بخرین، ولی با شنیدن اون حرفی که فروشنده به شما زده و واکنش لحظه ایتون رو نشون میدین و نمیخواید که فروشنده چیزی رو به شما بفروشه و حس میکنید که داره اون اجناسو یا اون جنسو به شما میندازه. بنابراین شما میگین که نه فقط دارم نگاه میکنم. تا حالا بهش فکر کردین که چرا به عنوان یک فروشنده این سوالا رو میپرسین؟ این سوالا به صورت خودکار باعث میشه که خریدار بگه نه نمیخوام اون جنس رو بخرم. امروز تعدادی از این سوالا رو بهتون میگم و میخوام از خودتون بپرسید که چرا این سوالا رو از مشتری‌ها میپرسید و حتی دلیل پرسیدن این سوالا از مشتری چیه. میخوام از خودتون بپرسید آیا این سوالا استفاده میکنین که حتی دلیل پرسیدن اون سوال رو هم نمیدونین؟ بریم برای سوال دومی سوالی که شما از مشتری میپرسید اینه که 1 دقیقه وقت دارین؟ خب چرا 1 دقیقه وقت میخواین؟ برای چی اصلا 1 دقیقه وقت میخواین؟ چطوری میخواین توی 1 دقیقه اون محصولتون رو به مشتری بفروشین؟ این سوال واقعا مسخره است. این سوال فقط یه چیزی رو به مشتری میگه، اینکه زمان شما بی ارزشه و با این سوال دارین میگین که محصول من برای من خیلی با ارزش نیست که تو 1 دقیقه میخوام براش وقت بذارم و اون محصول رو بفروشم. شما به عنوان یک فروشنده هیچ وقت این کار نکنید. یه چیزی رو هم که من و شما میدونیم اینه که برای فروش محصول بیشتر از 1 دقیقه زمان نیاز داریم. پس این جمله در حقیقت دروغه و توی ناخودآگاه مشتری تاثیر میذاره و اعتبار شما پیش اون مشتری ناخودآگاه از بین میره و جای اون جمله میتونید یه چیز دیگه بگید. شاید بهترین حالت نباشه ولی از اون جمله خیلی بهتره. میتونیم بگین زمان خوبی برای حرف زدن هست. این جمله حتی بهتر از این جمله است که بگین زمان بدی برای حرف زدن انتخاب کردم. خب مشتری هم همون موقع میتونه بگه که آره الان بد موقع است، یا بگه تلفن رو قطع کن اصلا نمیخوام باهات صحبت کنم. اینطوری خودتون رو برای شکست آماده میکنید. این کار رو هیچ وقت نکنید. به جاش میتونید زنگ بزنید به مشتری و بگید آیا زمان مناسبی برای حرف زدن هست؟ اگه مشتری بگه بله، اون موقع میتونید روند تماس رو ادامه بدید و معامله کنید. ولی نگین 1 دقیقه وقت دارین. این سوال به قیمت از دست رفتن اون معامله تموم میشه. سوال سوم، چطور میتونین این محصول رو نخرین؟ اینطوری مشتری به راحتی میگه خب اون محصول رو نمیخوام. نباید با زبون خودتون محصول یا خدماتتون رو بی‌ارزش کنید. به مشتری میگین چرا نمیخواینش؟ به نظر خودتون این جمله منطقیه؟ که فروشنده ازتون بپرسه چرا نمیخواینش؟ شما باید کاری کنین که مشتری ارزش کالای شما رو ببینه، به این نتیجه برسه که اون کالا با ارزشه، پس بهتره بخرمش و اگه نخرمش حس میکنه که یه چیزی رو از دست داده. و باید مشتری اینو بدونه که اون محصولی رو که میخواد بخره روی زندگیش و بیزینسش تغییر ایجاد میشه و باعث پیشرفتش میشه. وقتی اینجور سوالای مسخره رو میپرسین از مشتری، یعنی هنوز تشخیص ندادین که نیاز اون مشتری چیه. سوال چهارمی که اکثر فروشنده‌ها میگن میخوایم بیشتر فکر کنین. مشتری هم به راحتی میگه آره میخوام بیشتر فکر کنم. خب بعدش فکر میکنین چی میشه؟ مشتری هم به راحتی میگه نه نمیخرم. تأخیر در معامله فروشتون رو کاملا از بین میبره. وقتی میپرسین میخواین بیشتر فکر کنین، یعنی نمیخواین مشتری رو تحت فشار قرار بدین. میدونین چیه؟ شما بعضی وقتا باید مشتری رو تحت فشار قرار بدین. باید اونها رو هدایت کنین که تصمیم درست رو بگیرن. شما به عنوان یک متخصص فروش باید اونها رو به این نتیجه برسونین که ازتون خرید کنن و این برای شما پول میاره. اینطوری مشکلات فروشتون از بین میره. دقیقاً همون موقع است که فشار روی مشتری ایجاد کردی باید معامله رو ببندید. و اگه از قبل این سوالات مسخره رو میپرسیدین، وقتشه که دیگه نپرسین. مطمئن باشی از نپرسیدن این سوالات فروشتون خیلی بیشتر میشه. سوال دیگه اینه که
لیست قیمت‌های پیشنهادی رو میخواین؟ توی این حالت با پرسیدن این سوال انگار دارین دنبال طرف میدوید که از شما بیاد بخره. یا مشتری تماس گرفتین میگن طرح پیشنهادی من دیدین؟ خوندینش؟ نظرتون چیه؟ اصلا نباید این کارو بکنید. باید بتونین بدون دادن لیست و قیمت کالای و یا پیشنهادی اون معامله رو ببندید. وقتی معامله رو بستین و دیدین مشتریتون نسبت به شرکت شما متعهده، فقط نامه رو براش میفرستین و معامله میکنین و اون امضا میکنه. حالا یه سوال بدتر از این قبلی ها بهتون بگم. اینکه میتونم براتون ایمیل بفرستم؟ اصلا نباید این سوالو بپرسین. باید معامله رو همون توی تماس ببندین. اگه نمیتونین معامله رو توی تماس تلفنی ببندین، پس توی جلسات حضوری اصلا نمیتونید این کارو بکنید. به نظرتون چی باعث میشه که با خودتون فکر کنید که میتونید اون معامله رو با ایمیل فرستادن ببندین؟ شما باید به کاری که میکنید باور داشته باشید. اعتماد به نفس خودتون رو ببرین بالا و معامله رو توی همون تماس تلفنی ببندید. باید زمانی براشون ایمیل بفرستین که لینک پرداخت توی اون ایمیل باشه و زمانی باشه که دارین قرارداد و اطلاعاتش رو ارسال میکنید. نباید برای کسب موقعیت فروشتون روی ایمیل حساب کنید. باید به توانایی‌های خودتون تکیه کنید تا بتونید اون معامله رو ببندید. یه نکته، مردم متنفرن از اینکه بهشون چیزی رو بفروشید. اونا دوست دارن با خواسته خودشون چیزی رو بخرن. پس نباید اون سوالات رو ازشون بپرسین، چون تحریک میشن که جواب منفی به شما بدن. و حتی اگه قصد خرید هم داشته باشن، وقتی اون سوالا رو ازشون میپرسین روی ناخودآگاهشون تاثیر میذاره و میگن نه. بعد توی ناخودآگاهشون میگن که نکنه میخواد این جنسشو به من بندازه. پس به شما نمیگن و باعث میشه که اون مشتری حس بدی نسبت به اون فروشنده داشته باشه. پس باید طوری سوال بپرسی که فکر کنن اون ایده مال خودشونه. یه سوال خیلی خوبی که مشتریتون میتونید بپرسید، البته بعد از پسند کردن محصولتون، اینه که ازش بپرسین الان باید چیکار کنیم. با این سوال مشتری هم میگه خب بیا کارا رو پیش ببریم و قرارداد رو ببندیم. شما هم بهش تبریک بگید. شما هم میتونید بهش بگید از کار کردن و کمک کردن با شما خیلی خوشحال میشم. خوشحال میشم که من و تیممون با شما کار کنیم. اینجوری کار انجام میشه و بعد موافقت نامه رو با ایمیل ارسال کنید. اینجوریه که معامله رو میبندید و حتی میتونید پشت تلفن شماره کارت هم براش بخونید. دیگه از این راحت‌تر؟ پس یادتون باشه این سوالات مسخره رو هیچ وقت از مشتریاتون نپرسید.